اسم من سلیمانه. من معتقدم باور خطرناکترین ابزاریه که بشر توی تاریخ ساخته. من دنبال اینم که درباره باورهای مختلف و عجیب و غریب توی دنیا تحقیق کنم، به سراغ آدم‌هایی برم که خودشون رو غرق در این باورها کردن، باهاشون همراه بشم و واقعیت‌های بیشتری رو کشف کنم. برای این کار سعی می‌کنم سراغ باورهایی برم که در حال فراموشی ان یا کمتر شناخته شدن. باهاشون مصاحبه کنم و دنیای پنهان پشتشون رو کشف کنم. خانم ها آقایان، خوش اومدید به بیلیو داکیومنتری. ایده ساخت این ویدیو تقریبا 6 ماه قبل از سفر من به هند به ذهنم رسید. من یه روز نشسته بودم و داشتم یوتیوب نگاه میکردم. لابلای فید یوتیوبم یک ویدیو دیدم از یک گردشگر یا مستندساز ایتالیایی که رفته بود هند و با یه اقلیتی به اسم آگوری ها مصاحبه کرده بود. آگوری‌ها یه اقلیت بسیار کمی از هندوها هستن که عمدتاً توی شهری به اسم وارانسی تو قسمت شمالی هند دارن زندگی میکنن و بابت باورها و رفتارهای عجیب و غریبی که دارن مورد توجه قرار گرفتن. وارانسی اسامی دیگری هم داره که عمدتاً شناخته شده است، مثل بنارس یا کاشی، یک شهر خیلی قدیمی با قدمت بیش از 15,000 ساله در قسمت شمالی هند که عملا میشه گفت مقدس‌ترین شهر هندوهاست. اینی که این گردشگر ایتالیایی تونسته بود با یک اقلیتی به اسم آگوری ها مصاحبه بکنه خب اتفاق خیلی خوبیه، اما مشکل اینجا بود که اونقدی اطلاعات راجع به فرهنگ و کالچر هندو نداشت. داشتم فکر میکردم اگه به جای این مستندساز ایتالیایی من یه همچین موقعیتی داشتم تا با یه همچین اقلیتی توی هند مصاحبه بکنم، من چه سوالایی میپرسیدم یا چطور باشون برخورد میکردم. اما خب سوال اصلی که هست اینه که اصلا آگوری ها کیا هستن و چه اعتقادات و چه باورهایی دارن. آگوری ها همونطوری که گفتم یک جامعه خیلی کوچکی از هندوها هستن که مذهبی افراطی هن و به یک اسپکت هایی از دین هندو و آموزه های لورد شیوا یا خدای به اسم شیوا باور دارن. بنابراین شرایطی رو تجربه میکنن و رفتارهایی رو از خودشون نشون میدن که شاید برای جامعه یا آدمهای عادی زیاد تعریف شده نباشه. مثلا در بعضی جوامع نشون دادن که پرخاشگرن، نسبت به بعضی از آدمها هجومی رفتار میکنن، بیشتر موارد توی خودشونن و دارن توی اون حالت خرسه و مدیتیشن خودشون به سر میبرن. مشاهده شده که اینها از باقی مانده جسد سوخته در کنار رودگنگ تغذیه میکنن. همونطوری که ما میدونیم کنار رودگنگ مقدس‌ترین پوینت برای سوزاندن مرده های هندوهاست. ترجیح آگوری ها اینه که با جامعه زیاد ارتباط برقرار نکنن و توی اون حالت خلسه و مدیتیشن خودشون به سر ببرن. با توجه به اینکه این روزها وارانسی تبدیل شده به یک هاب گردشگری و شما تعداد زیادی توریست توی شهر میبینید، خب این شرایط رو برای آگوری ها حتی سخت‌تر هم میکنه. بنابراین از شاید کوچه و خیابون کوچ کردن به جاهایی که کمتر دیده بشن و توی اون حالت خودشون فرو برن. معمولا دیالوگ نمیکنن، ارتباط فیزیکی نمیگیرن، ارتباط چشمی خیلی کمی با آدم ها میگیرن و دائما در یک حالت سکون قرار دارن. توی تحقیقاتم راجع به آگوری ها رسیدم به یک مستند که CNN ساخته و مجری اون رضا اصلانه. تا یه جایی از مصاحبه رضا اصلان با آگوری اوضاع کاملا تحت کنترل بوده، اما از یک جایی به بعد آگوری شروع میکنه به یک سری رفتارهای پرخاشگرانه و اونجا میشه که این تیم تصمیم میگیرن که مصاحبه رو تموم بکنن و این مستند رو همونجا میشه گفت نیمه کاره رها بکنن. Why do It's like somebody distracts him and then I just leave. تو مابقی مستندهایی که راجع به آگوری ها هم ساخته شده بود میشد این رفتار رو در آگوری ها دید. انگار اونها زیاد تمایلی به صحبت کردن ندارن و کلا خوششون از خارجی ها نمیاد. تو لابلای اکثر ویدیوهایی که من توی یوتیوب میدیدم یک چهره تکرار شده بود. انگار یک آگوری وجود داشت که شما میتونستی راحت‌تر باهاش ارتباط بگیری. البته که در 2-3 تا ویدیویی که من ازش دیدم باز هم میانه صحبت یا میانه ویدیو رفتارهای پرخاشگرانه از خودش نشون میداد و معمولا ویدیوها ناتمام رها شده بودند. با وجود تمام چالش‌های پیش رو من تصمیم گرفتم که سفر کنم به هند. بنابراین ویزام رو گرفتم و با اولین پروازی که میشد خودم رو به هند رسوندم. در نظر بگیرید وارانسی هیچ پرواز مستقیمی از خارج از کشور نداره و شما باید
لزوما برین توی یکی از فرودگاه‌های بزرگ هند مثل چنای یا دهلی و از اونجا پروازتون عوض کنین و برین به وارانسی. حالا ساختمان‌های اطراف ما بافتشون یواش یواش عوض شد و دیگه واقعا اینجا 15,000 سال داره. گوشه و کنار شهر شما تمپل‌های خیلی زیادی می‌بینید. حتی توی هر کوچه، دم هر خونه، هر کسی برای خودش انگار یک تمپل ساخته. به نظر تمپل‌ها اونقدر قدیمی نمیاد، ولی وقتی پیگیر میشین یا از مردم محلی میپرسین، خیلی از این تمپل‌ها قدمت هزاران ساله دارن. یه نکته خیلی فوق‌العاده راجع به وارانسی وجود داره و اونم اینه که شما هیچ جای شهر هیچ غذایی که حاوی گوشت باشه پیدا نمی‌کنید. تمام شهر، تمام رستوران‌ها و تمام خوراکی که روزانه در این شهر در سرو میشه یا درست میشه کاملا گیاهیه. نکته خیلی پررنگ توی وارانسی اینه که انسان‌ها در کنار حیوانات زندگی مسالمت‌آمیزی دارن. گاوها به راحتی توی شهر قدم میزنن، میمون‌ها به راحتی میان سر سفره شما یا کنار گاری کسی که در موز میفروشه موز برای خودشون برمی‌دارن و میرن. همه اینا نشون میده که چقدر مردم این شهر پذیرفتن و چقدر با این فرهنگ آداپته شدن که حیوانات هم جزئی از این کائناتن و همه با همدیگه باید مسالمت‌آمیز زندگی بکنن. پیدا کردن یک نفر آدم توی شهر به این شلوغی با این کوچه های پیش در پیش اولا کار غیر ممکنیه. ما سعی کردیم تا اونجایی که میتونیم عکس آگوری رو با آدم های مختلف نشون بدیم تا یه ترکی ازش پیدا بکنیم، ولی متاسفانه هرچی بیشتر سعی میکردیم کمتر موفق میشدیم. حتی جایی سعی کردیم با آگوری های دیگه ارتباط بگیریم ولی خب موفق نبودیم. با رفتار خیلی دوستانه از سمت اونها مواجه نشدیم. میشه گفت تمام کوچه های اصلی شهر رو گشتیم. نهایتا اینجا اتفاقی پیداش کردم، باهاش قرار گذاشتم برای فردا ساعت 5 صبح بیایم و با همدیگه بریم طرف دیگه رودگنگ، جایی که معمولا کمتر کسی میره. خوشبختانه این موقعیت برای من پیش اومد که بتونم با آگوری توی مراسم صبحگاهیش یا همون پوجای صبحگاهیش صحبت بکنم. برای همین قرار گذاشتیم فردا صبحش که معمولا مراسم سادنای صبحگاهیش رو اون طرف رودگنگ و روبروی گات مانیکارنیکا، جایی که هندوها مرده هاشون رو میسوزونن، انجام میده. من هم همراهش باشم، هم توی مراسم کنارش بشینم و بعد از مراسم بتونم یه دیالوگی باهاش بکنم و بیشتر باهاش آشنا بشم. ساعت 4:30 صبح مطابق قراری که با این آگوریه داشتیم داریم حرکت میکنیم به سمت رودگنگ. فکر کنم تنها ساعتی از شبانه روزی که میشه این شهر رو خلوت دید. اینطوری از نظر این
بچه‌ای که توی هتل کار میکردن زیاد کار عاقلانه‌ای نیست این ساعت خارج شدن از هتل برای خارجی‌ها، ولی خب حالا ما بریم ببینیم چی میشه. بعد از اینی که رسیدم به جایی که با آگوری قرار داشتم متوجه شدم که یک خانمی همراه ایشون هست، تقریبا با شکل و ظاهر آگوری. به اینا میگن آگوری ماما یا همون ورژن زن آگوری. یک جورایی اینها ملازم آگوری هن. یعنی صبحشون رو شب میکنن در کنار آگوری. یه چالش خیلی زیاد اینجا برای ما این بود که بتونیم یک راننده قایقی رو پیدا بکنیم که هم بتونه ما رو به طرف دیگه رود گنگ ببره و هم بتونه یه انگلیسی صحبت بکنه. پیدا کردن یک راننده قایق انگلیسی زبان این وقت صبح کار خیلی سختیه، ولی خب با کمک افراد محلی که اطراف ما بودن تونستیم یک آدمی رو پیدا بکنیم که جست و گریخته میتونست انگلیسی صحبت بکنه. گروه شرنم گروه شرنم प्रदोष शिवनायन मा शरणं गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं. یه نکته بسیار شوکه کننده برای من توریست اون موقع این بود که وقتی ما داشتیم از روی رود گنگ عبور می‌کردیم آگوری دلا شد و از آب رود خورد. مگه اونا توی این رود مرده نمیندازن؟ مگه اونا خاکستر مرده هاشون رو توی این رود نمیریزن؟ پس چجوری از این آب میخورن؟ من این سوال از آگوری پرسیدم و اولین جوابمو گرفتم. این رود انقدر برای اونها مقدسه که باور دارن هر چیزی که وارد این رود بشه عملاً تطهیر میشه و همیشه این رود پاک و منزهه و به راحتی ازش میخورن. نمیدونم چرا آگوری مستقیما با من دیالوگ میکرد، انگار فکر میکرد که من میفهمم چی میگه و مدام با همدیگه یک دیالوگی رو انجام میدادیم. من نمیفهمیدم و فقط سرمو تکون میدادم. اما بعداً سعی کردم از میان صحبت‌هایی که ضبط کردم ترجمه بکنم و معنی و مفهوم صحبتش رو در بیارم. به محض اینکه رسیدیم و نشستیم آگوری آتیش روشن کرد و شروع کرد به انجام سادنای صبحگاهیش. من متوجه شدم علاوه بر اون پوجای صبحگاهی که خودش انجام میده یک مراسم خاصی هم برای من در نظر گرفته. اینی که من به عنوان یه توریست فرصت اینو داشتم تا کنار آگوری بشینم و مشاهده‌گر این داستان باشم اتفاق فوق‌العاده‌ای برای من بود. शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 بعد از اینی که مراسمش رو انجام داد یه فرصتی برای من پیش اومد که با هم دیگه دیالوگ بکنیم. ما صحبتمون عملاً بعد از طلوع آفتاب شروع کردیم و میشه گفت حدود 2-3 ساعت به طول انجامید. شاید باورتون نشه ولی تمام سوالایی که تو ذهنم آماده کرده بودم در جا از ذهنم پاک شده بود. سعی کردم تا اونجایی که میتونم سوال تولید کنم و با طرز فکر و نقطه نظر این آدم نسبت به زندگی آشنا بشم. अभी हम यहाँ पूजा करके जाए कभी हम घरे भी गई तो हमारा पूरा फैमिली खुश रहेंगे फिर दोबारा में आवे का मौका मिली ना। हाँ बहुत अच्छा रहेगा और इनके जाने से और भी जो विभिन्न बाधाएं रहेगा वो सब खत्म हो गया और इनका आगे के लिए जो भी इनके फैमिली मेंबर है वो सब अच्छा रहेगा। 50 50 उससे ऊपर
नहीं उससे ऊपर नहीं, कम उम्र है। हम कहेंगे बचपन से साधु बन गए तो थे जन्म ना। कितना कौन सा? वही लगभग 50 से होगा, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं, कौन सा सन में अभी पैदा तो हुए? सब नहीं याद रहता हम लोगों को ना। You are 50. متوجه شدم آگوری ها عملا دنبال اینن که مرز بین سفیدی و سیاهی رو از بین ببرن، مرز بین خوبی و بدی رو از بین ببرن. از دیدگاه آگوری ها اصلا چیزی به اسم خوبی و بدی وجود نداره، همه چیز برای اونا خاکستریه. برای همینی که گاهی رفتارهایی از خودشون نشون میدن که برای جامعه آدم‌های عادی قابل پذیرش نیست. از دیدگاه اونا خوردن جنازه سوخته یک انسان فرقی با خوردن گوشت یک حیوان نداره. رفتارهایی که اینها نشون میدن و برای جامعه قابل پذیرش نیست، عملاً زیاد چیزای بدی هم نیست. اینی که دوست ندارن کسی باشون ارتباط فیزیکی بگیره، یا دوست ندارن کسی نزدیکشون بشه، یا مثلا چانت‌هاشون رو به صورت بلند بلند میگن، شاید برای جامعه اطرافشون پذیرفته شده نباشه، اما برای من چیز خیلی غیر عادی نبود. طی صحبتی که باهاش داشتم متوجه شدم که اونم از شهر واراناسی اومده، اینجا متولد شده. خونه پدریش اولا میشه گفت پشت رود گنگ، فاصله خیلی زیادی با واراناسی نداره. 10 سالش بوده که اومده به واراناسی و این مسیر رو شروع کرده. برخلاف چیزی که مردم فکر میکنن، اینها مراسمی که انجام میدن من درآوردی نیست، دارن آموزه های شیوا رو فالو میکنن، فقط به شکل خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر. اینی که توی خرسه هستن و مدام در حال مدیتیشن هستن بابت اینی که حداقل ارتباط رو با جامعه اطرافشون بگیرن تا آلودگی ها به اونها سرایت نکنه. اینی که بعضا مشاهده شده رفتار پرخاشگری با دیگران دارن بسته به اون طرف مقابله. من آگوری با من 3-4 ساعت نشست، بسیار با همدیگه حرف زدیم، علیرغم اینی که زبان همدیگه رو نمیفهمیدیم، بسیار با همدیگه خندیدیم و این به من نشون داد که آگوری هم یک انسانه با احساسات، با عواطف و شاید اگر خیلی دیپتر و عمیق‌تر بهش نگاه بکنی احساسات و عواطفش مثل یک بچه است، به همون پاکی و زلالی. آگوری‌ها خودشونو وقف شیوا کردن، بنابراین تلاش و کوششی برای بقا یا ادامه زندگی نمی‌کنن. معتقدن که اگر بنا باشه که زندگی در جریان باشه و زنده بمونن، این مسیر براشون باز میشه. دنبال غذا نمیدونن، غذا براشون میاد. خیلی معتقدن که سادناهایی که انجام میدن و پوجایی که انجام میدن عامل منفعه است، برای عموم مردمه. خیلی راحت بدون دریافت هیچ هزینه‌ای میشینن با شما و برای شما به اون چیزی که اعتقاد دارن برای کمک به شما تلاش میکنن. بابت این طرز فکر و اعتقاد شدیدی که دارن خیلی چیزا رو سکریفایز میکنن یا ازش میگذرن. ازدواج، زندگی شخصی، کار، پیشرفت، بچه، ادامه نسل، هیچ کدوم از اینها رو تجربه نمیکنن، چون که خودشون رو وقف یک سیستم و مسیری کردن. شاید اینطور به نظر بیاد که جامعه زیاد اقبالی برای ارتباط با آگوری ها نداره. مشخصا در اون سمت هم آگوری ها علاقه زیادی برای ارتباط با همه جامعه ندارن. انگار دوست دارن ارتباط بگیرن ولی لزوما نه با همه. انگار خیلی سلکت شده و فیلتر شده با آدم ها ارتباط میگیرن. برای رسیدن به اون رهایی یا موکشا، یا شاید بشه تعبیرش کرد به اون بهشت، بعد از همه این دوگانگی‌ها و ترس‌ها عبور کرد. از ترس مرگ، از شرم، از خجالت، از قضاوت مردم، از همه چیز باید عبور بکنی و برسی به یه حالتی که دنیا برای تبدیل به یک چیز یک رنگ بشه. اونا با زندگی تو گورستون، استفاده از جمجمه و پوشیدن خاکستر مرده ها سعی میکنن که اون نفس یا ایگوی درونشون رو نابود بکنن. برای آگوری ها مرگ پایان نیست، یه دروازه است برای ورود به آگاهی.